خوش اومدی یه پارت سوم بازسازی ویوکل حساب. این ماشین بعد اینکه کاراش انجام شد دیگه وقتش شد بعد 9 سال بره یه دوش بگیره. البته دم در تمرینگاه یه آبخالی زده بودم بهش، ولی خب بازم کارساز نبوده انگار. اگه این 9 سال تو جنگ تعمیلی بود تمیزتر از این بود وضعیتش. انگار با بصری‌ها جنگیده اصلا. توی ماشین رو نگم براتون که اصلا کل رودریا تگری بود. معلومه چیکار کرده بودم با این ماشین. خب بگذریم بریم بشوریمش. ماشین روشن کردم، گازشو گرفتم به سمت کارواش. یه چند تا کارواش رفتم که گردن نمیگرفتن اصلا این ماشینو. منم بهشون گفتم 26 تومن بیشتر بهتون انعام میدم. خب کارواشو پیدا کردم و چند سری کف زد روش و بعد شروع کرد به شستنش. اصلا این ماشین من میکنم تو وایتکس راحت‌تر بودم. کثافتایی که رو ماشین بود فکر کنم واسه قبل زمان رضاخان بوده. کثیفی زیر زه گفت دهن همتون رو گاهید. رودری هم نانو زد و شروع کرد به شستنش. بعد شستنش هم یا به مشتی گرفت توش. این شما و این عروس خانوممون. یه نفس مشتی کشید ماشین بعد این همه سال. البته با یه بار کاراش نشده، باز دوباره باید تمیز شه ماشین. بیشترین جذابیت این ماشین برای هاردتاپ بودنشه. ببینید چی بود چی شد. اگه از اکسپلور میای منو فالو کن، این پستم برای رفیقات بفرست. قربون شما، خداحافظ.